پیامبر صلی الله علیه و سلم به جنگ آمادگی می‌دیدند و حضرت صحابگان را به صف‌های راست قطار کردند و بین آنها، بین همان صحابگانی که در همانجا حضور داشتند، یکی از صحابه بزرگترین سواد ابن غزیه رضی الله عنه ایستاده بود و این صحابه رسول اکرم کمی فربه بود و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم صفها رو راست میکردند، از شکم وی تیله کرده گفتند که صف رو راست کن ای سواد. یعنی شکم وی مادامی که او کمی فربه بود از صف بیرون برآمده بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم از شکمش رو تیله کردند و گفتند که صف رو راست کن ای سواد. بعد از این صحابه به پیامبر صلی الله علیه و سلم نگریسته گفت: یا رسول الله، خداوند تو را به نزد ما با حق و عدالت فرستاد. تو حاضر برای من درد رساندی و من میخواهم حق خود را از تو گرفته باشم. یعنی او گفت که ای پیامبر خدا، خداوند تو را به نزد ما فرستاده است با سخن حق و با عدالت و تو باشی حاضر این کاری که تو کردی برای من درد رسانید، رنج رسانید و من میخواهم که حقم را از تو گرفته باشم. و شما تصور کنید که آدمان در جنگ برای جان خود مبارزه برده ایستادند، اما وی باشد در غم آن است که حق خود را از پیامبر صلی الله علیه و سلم بگیرد. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم آن دم نگفتند که آخر من پیامبر هستم و یا یگان چیزی دیگر. ایشان در حال لباسشان را برداشتند تا اونجایی که شکمشان نمایان شد و گفتند: ای سواد، بیا و حق خود را بگیر. سواد رضی الله عنه یگان فرمانده نبود، یگان عسکری بلند نبود و او یک عسکری قطاری عادی بود. و بعد از این آمد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را آغوش کرد و سر و روی خود را به شکم ایشان میمالید. این دم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: ای سواد، تو برای چی این کار را کردی؟ بعد در جواب گفت: یا رسول الله، ما در جنگ هستیم و معلوم نیست که من اینجا زنده خواهم ماند یا اینکه اینجا حیات من به آخر میرسد. برای همین من خواستم آخران چیزی که در این دنیا رسیدم این تن شما باشد. و این گونه حادثه ها رو وقتی که ما میخوانیم، بعضی ها فکر میکنند که صحابگان از یگان دنیای دیگر آمدند، لیکن در اصل این گونه نیست. آنها هم مثل ما آدم بودند، آنها هم زن و فرزند داشتند، آنها هم میخواستند پولی بسیار داشته باشند، لیکن آنها وقتی که لازم بود همه این را یک سو میگذاشتند و در جای اول دین را میماندند و رازگی الله را میخواستند. یک مثال عادی دیگر، امروزها بسیار وقت کسی به شما یا اینکه شما به نفر زنگ میزنید و میگوید که من میخواهم که با تو واخورم، سخت میخواهم، بیا یک دم میشینیم کمتر صحبت میکنیم، زیرا من خیلی خسته شدم، همه این مشکل ها و این حیات از دلم زده است، بیا کمتر شینیم. لیکن صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در همین حالت چیکار میکردند؟ آنها به سوی الله، به سوی پروردگارشان برمیگشتند و با ذکر و دعا از خداوند طلب میکردند تا برایشان کمک کند. ما نیز باید اول از خداوند طلب کنیم، زیرا تنها او میتواند به ما کمک رساند
و هر کاری که بندگانش میکنند این همه از جانب اوست. یعنی هر کار، هر خوبی، هر نیکی که میکنند آنها سببگار آن میشوند که خداوند رحمت خود را برای شما میفرستد، برای ما میفرستد. و دعاگو باشیم تا خداوند چشمهای همه ما را باز کند، دلهایمان را نرم کند و ایمانمان را باز هم مستحکمتر گردانده از جنت الفردوس خود ما را با نصیب گرداند. آمین. اینجا سلسله نوبتی نیز با آخر میرسد و انشاءالله در سلسله های آینده واخواهیم خورد. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر مهنت های ما برای شما پسند است و می خواهید که ما را دستگیری کرده باشد، پس به شبکه‌های ما در یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک ابونه شوید. موادهای ما را به صحیفه های خود گیرید، آنجا نشر کنید و همچنین به دیگران نیز بفرستید تا اینکه آنها نیز مطالعه کنند و به یار و دوستان خود توصیه نمایید تا اینکه ما را همراهی کنند.